گل خریدن هزینه نیست، سرمایه گذاری هم نیست. پس چیست؟ میرینید بلند. گل آدم سالم، گل آدم سیگاری. آقا بخشین گل دارین؟ چند گرم؟ چند شاخه؟ شغل قبلی من یادم نمیاد. آقا بخشین این گلا روزه؟ نه شب. آقا بخشین یک گل برای دوست دخترم میدی؟ آقا بخشین روزا چنده؟ اینا شاخه 20، اینا شاخه 40. چه فرقی داره؟ اینا 20 تومن گرونتره. گل آتش روی لبات خوشگلی والا عجب نه. آقا بخشین روزا چنده؟ شاخه 200. چقدر گرون؟ وارداتیه داداش. از کجا اومده؟ از تربت. آقا این چقدر شد؟ 50. یه تزیینم بکنین لطفا. بیا. ممنون. چقدر شد؟ 150. 100,000 تومان واسه یک نخ؟ هنر ما بسی ها؟ هنر ما بسی؟ داداش ما ولنتاین بار بستیم. 1000 تا عروسک خریدم 10 میلیون، ولنتاین موندم دانی 10 میلیون. آقا این عروسک چند؟ 20 میلیون. واقعا کسی هم میخره؟ مگه خانومی مزرا آقای نخره؟ آقا یک باکس میخوام برای تولد دوست دخترم. چقدر می‌خرج کنی؟ در حد 50 تا اینا. گیرم یک گاز زدم چون میشد 52000 تا 2000 دادم. کارت اونجا میشه. شما خیلی گلی ولی ما باغچه ما دیگه جا نداره. تقدیم به بهترین دوستم. ما گل بودیم خارها به فدایش. برعکس گفتی که. همین آقای گلا خراب شده بریزم بیرون. نه داداش کجا خراب شده نگاه. تکنولوژی میه نمیه آمد که. آقا اینا چیه؟ اینا روز جاودان 7 سال ماندگاری داره. واقعا 7 سال میمونه؟ فکر نکنم. تقدیم به مادر دوستم.